سوره فرقان در مکه نازل شده است و از 77 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. بسیار بزرگ و با عظمت است آن که این فرقان یعنی قرآن جدا سازنده حق از باطل را بر بنده خود محمد صلی الله علیه و سلم نازل کرد تا جهانیان را به واسطه آن از عذاب الله بیم دهنده باشد. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. آن ذاتی که از آن اوست فرمان روایی آسمان ها و زمین و فرزند برای خود نگرفته است و او را شریک در فرمان روایی نیست و هر چیز را بیافریده است پس آن را به اندازه معین آفریده است. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. و گرفتند مشرکان و جز الله معبودان را یعنی بت‌های را که هیچ چیز نمی آفرینند و خود مخلوقند، نه مالک زیان و نه مالک سود خود هستند و نه مالک مرگ و زندگی هستند و نمی توانند از نو زنده نمودن را. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. و کافران گفتند نیست این قرآن جز دروغی که محمد از پیش خود بافته است و مردم دیگر او را بر آن یاری دادند و درستی ستم و دروغ به میان آوردند. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهی تملی علیه بکرة واصیلا. و گفتند این قرآن افسانه های پیشینیان است که هر صبح و شام بر او املا می شود و او می نویسدش. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحیما. بگو ای پیامبر به کافران این قرآن را ذات نازل کرده است که نهان آسمان ها و زمین را می داند. هر آینه او آمرزنده است برای کسی از گناهان خود توبه کرده است و مهربان است، زود آنها را به عذاب نمی گیرد. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. گفتند یعنی کافران چیست این پیامبر را که غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟ چرا الله فرشته به سوی او نمی فرستاند تا گواهی دهد و راستیش و باشد همراه او ترساننده؟ او یلقا الیه کنز او تکون له جنة یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. یا که چرا از آسمان گنج برایش فرود آورده نشود؟ چرا او را باغی نیست که از آن بخورد؟ و ستمکاران گفتند شما فقط از مردی
جادو شده پیروی میکند. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. بینگر ای پیامبر که چگونه برایت داستانها و مسئله ها می آورند، پس گمراه شدند از راه حق، پس هیچ راهی را به سوی حق نمی یابند تا آنچه را در شأن تو نسبت دادند از دروغ هایشان راست برآرند. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. الله برتر و بزرگوار است. اگر خواهد بهتر از آنچه به تو تمنا کرده اند می دهد، باغ‌هایی که در آنها جوی‌ها جاری باشد و برایت قصرها پدید آورد. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. بلکه اینها قیامت را دروغ حسابند و برای کسانی که قیامت را دروغ حسابند آتش سوزان آماده کرده ایم. اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا. چون ببیند دوزخ آنهایی را که قیامت را دروغ برآوردند، از مسافه دور جوش و خروشش را بشنوند. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. و چون دستها بر گردن بسته در تنگ جایی دوزخ پرتافته شوند، دعای بد کنند خود را دوزخی ها. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. با آنان گفته شود امروز نه یک بار مرگ خویش خواهد، بلکه مرگ خویش بارها خواهد. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. بگو ای پیامبر، آیا این دوزخ بهتر است یا آن بهشت جاویدان که به پرهیزگاران وعده شده است که پاداش و سرانجام آنان خواهد بود؟ لهم فيها ما يشاءون لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. برای جنتی هاست در جنت آماده آنچه میخواهند جاویدانه در آن خواهند ماند. این وعده است که انجام دادنی آن به ذمه پروردگاری توست. و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. روزی که مشرکان را با چیزهایی که غیر الله یکتا می‌پرستیدند به محشر گرد آورد و سپس از بت‌ها پرسد آیا شما این بندگان مرا گمراه می‌کردید یا آنها خود راه را گم کرده بودند؟ قالوا
قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. در جواب می گویند تو منزهی و پاک ما را نسزد که بغیر از تو دوستانه بگیریم، بلکه آنان و پدرانشان را بهره‌مند ساختی تا آنجا که یاد تو را فراموش کردند و مردمانی هلاک شده بودند. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. با کافران گفته می شود همانا دروغگاهی سابیدند شما را این بوتان در آنچه می گفتید، پس نمی توانید برطرف کردن از خود عذاب را و نه یاری دادن یکدیگر را. هر که ظلم یعنی شرک آورده باشد از شما بچشانیمش عذاب بزرگ را. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. و ما پیش از تو پیامبران نفرستاده مگر این که طعام می‌خوردند و در بازارها راه می‌رفتند و شما را وسیله آزمایش یکدیگر قرار دادیم. آیا صبر توانید کرد؟ و پروردگاری تو همیشه بیناست. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. کسانی که به دیدار ما امید ندارند گفتند چرا فرشتگان بر ما نازل نمی شوند تا خبر دهند به ما که محمد پیامبری برحق است؟ یا چرا پروردگار خود را عیان و آشکارا نمی بینیم؟ براستی که خود را بزرگ شماریدند و سرکشی کردند. در پیشنهادهای خود سرکشی بزرگه. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. روزی که فرشتگان را ببینند در آن روز گناهکاران را هیچ مژده ندهند و به آنها گویند مژده یعنی جنت بر شما حرام است. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. و با اعمالی که در دنیا کرده اند پردازیم و همه را چون ذره های خاکی یعنی غبار برباد دهم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. اهل بهشت در این روز در بهترین جایگاه و بهترین مکان برای آرامیش هستند. و یوم تشقق السماء
ونزل الملائكة تنزیلا. به یاد آور ای پیامبر روزی که آسمان به وسیله ابرها پاره پاره گردد و فرشتگان بر زمین فرستاده شوند. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فرمان روایی در آن روز براستی از آن الله مهربان است و برای کافران روزی دشوار خواهد بود. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. روزی که کافر دستان خود را به دندان گزد و گوید ای کاش راهی را که رسول در پیش گرفته بودم. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وای بر من کاش فلان را دوست نمی گرفتم. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. براستی مرا از قرآن پیش از آن که قرآن برای من نازل شده بود از پیرویش باز می داشت و این شیطان همیشه آدمی را تنها خار و ذلیل می گذارد. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیامبر از کردار قومش شکایت کرده گفت ای پروردگار من قوم من ترک قرآن کردند و در آیات آن نه اندیشه می کنند و نه به آن عمل می کنند. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. همچنانی که برای تو ای پیامبر از گناهکاران قومت دشمن پدید آوردیم اینچنین هر پیامبری را از میان کافران دشمن پدید آوردیم و پروردگار تو برای راهنمایی و یاری تو کافی است. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا. و کافران گفتند چرا این قرآن مثل تورات و انجیل و زبور یک باره بر محمد نازل نمی شود؟ الله در جواب آنها گفت برای آن است که دل تو را به آن استوار سازم و آن را به آهستگی و ترتیب فرو خوانم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هیچ مسئله برای تو نیاوردند مگر آن که پاسخش را یعنی جوابش را براستی و نیکوترین بیان بیاوریم. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. کافران را که بر روی می کشند و در جهنم گیرد می آورند آنها به جایگاه بدتر و به راه حق گمگشته ترند. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا.
همانا به موسی علیه السلام کتاب و تورات دادیم و برادرش هارون را مددگارش ساختیم. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدمیرا. و گفتیم نزد مردمی که آیات ما را دروغ برآوردند بروید و آن قوم را به سختی هلاک کردیم. و قوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. قوم نوح را چون پیامبران را دروغگو شماریدند غرق کردیم و آنها را برای مردم عبرت ساختیم و برای ستمگاران عذاب دردآور آماده کردیم. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. و قبیله عاد و ثمود و اصحاب رس را و نسل‌های بسیاری را که میان آنها بودند نیز هلاک کردیم. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبیرا. و برای همه قوم ها مثال های آوردیم، با این هم ایمان نآوردند و همه را نیست و نابود ساختیم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. همان رسیدند مشرکان مکه به دهه‌ای که باران سنگ باریده بود در آن. آیا ندیدند این دهه را تا عبرت بگیرند؟ نه، بلکه امیدی از نو زنده شدن را نداشتند. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. چون تو را دیدند ای رسول مسخرت کردند که آیا این است آن پیامبری که الله بر ما فرستاده است؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. قریب بود که گمراه کند ما را از پرستش معبودان ما یعنی بتها اگر صبر و طاقت نمی کردیم. چون عذاب را ببینند خواهند دانست چه کسی گمراه تر بوده است. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. بینگر ای رسول آیا آن کس را که هوای نفس را معبود خود گرفته بود دیدی؟ آیا تو ضامن ایمان آوری او هستی؟ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا. یا گمان کرده ای که بیشترینشان میشنوند و میفهمند آیتهای الله را؟ اینها چون چارپایان بیش نیستند در فهم و تدبر آیتهای قرآن، بلکه از چارپایان هم گمراه ترند. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دلیلا. آیا ندیده ای که پروردگار تو چگونه سایه را میکشد؟ اگر میخواست در یک جا ساکینش میگرداند آنگاه آفتاب را بر او دلیل گردانیدیم. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا.
باز جمع کرده گرفتیم سایه را آهسته آهسته به سوی خود. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. اوست ذاتی که شب را برای شما لباس یعنی پوشش قرار داد و خواب را راحت و روز را برای شما وقتی برخاستنتان از خواب ساخت تا رزق و روزی خود را جستجو نماید. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. و اوست که فرستاد بادهای را که ابرها را میبرند و مردم را با باران مژده میدهند. این رحمت است از جانب پروردگار و از آسمان آب پاک نازل کردیم. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. تا سرزمین مرده را به آن باران زندگی بخشیم و تا بنشانیم از آنچه آفریدیم چارپایان و مردم بسیاری را. ولقد صرفناه بینهم لیذکروا فابى اکثر الناس الا کفورا. همانا بارانهای بسیاری بر زمین نازل کردیم تا بیندیشند نعمت الله را و سپاسگزاری کنند، ولی بیشتر مردم به نعمتهای ما ناسپاسی کردند. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. اگر می خواستیم به هر شهر بیم دهنده می فرستادیم تا مردم را به سوی الله دعوت نمایند و آنها را از عذاب آخرت بیم کنند، لیکن ما تو را ای پیامبر برای جهانیان مبعوث گردانیدیم و فرمودیم که این قرآن را برایشان برسانی. فلا تطع الكافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا. پس کافران را اطاعت مکن و با این قرآن با آنها جهاد کن، جهادی بزرگ. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. اوست که دو دریا به هم بیامیخت، یک شیرین و گوارا و دیگر شور و بدمزه و میان آن دو مانعه و سد استوار قرار داد تا با یکدیگر آمیخته نشوند. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. اوست که آفرید از آب نطفه انسان را و ساخت او را صاحب نسل و نسب و صاحب قرابت دامادی و پروردگار تو به این کارها تواناست. و یعبدون من دون الله ما لا ینفعهم ولا یضرهم وكان الكافر على ربه ظهیرا. و پرستش میکنند کافران به جز الله چیزی را که نفع و ضرر نرساند به آنها و کافر بر مخالفت پروردگار خود به سبب شرک آوردنش و نافرمان برداری کردنش یاردم دهنده شیطان است. و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. و نفرستادیم تو را ای پیامبر مگر مژده دهنده مؤمنان را به جنت و ترساننده
کافران را از عذاب دوزخ. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. بگو من از شما هیچ مزد نمی طلبم برای تبلیغ رسالت مگر این که هر کی خواهد به سوی پروردگارش راه حق بگیرد و در راه رضایت او نفقه کند. من شما را بر این مجبور کردنی نیستم، همانا اختیار برای خود شماست. و توکل علی الحی الذی لا يموت و توکل علی الحی الذی لا يموت و توکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. و توکل کن بر اللهی که همیشه زنده است، او هرگز نمیرد، و به پاکی یاد کن او را و الله بسنده است به اعتبار آگاه بودن به گناهان بندگان خود و هیچ چیز بر او پوشیده نمیماند و هر یکی را بر آن حساب میکند و جزای مناسب میدهد. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الله ذات است که بیافرید آسمان ها و زمین را و آنچه در میان آسمان و زمین است در 6 روز و بر عرش خود استوا یافت. اوست الله مهربان و درباره او ای پیامبر از کسی بپرس که آگاه باشد، یعنی به ذات پاک الله داناست خود او و میداند صفتهای بزرگی خود را و هیچ کسی داناتر به الله تعالی از بنده و فرستاده او محمد صلی الله علیه و سلم نیست. و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. و چون به کافران گفته شد که رحمان را سجده کنید گفتند رحمان کیست؟ آیا بر هر کس که تو فرمان میدهی سجده کنیم؟ و زیاد کرد این سخن برای کافران رمیدن از ایمان و نفرت را. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. بزرگ و با عظمت است آن کسی که در آسمان برج ها بیافرید و در آن آفتاب درخشان و ماه تابان پدید آورد. و هو الذی جعل اللیل والنهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. و اوست که شب و روز را برای کسانی که میخواهند عبرت گیرند یا شکرگزاری کنند از پی هم قرار داد. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بندگان صالح رحمان کسانی هستند که در روی زمین به فروتنی یعنی تواضع و خاکساری راه می روند و چون جاهلان آنان را با سخنهای ناسزای خطاب کنند گویند، یعنی در جواب سلام بر شما، یعنی در برابر جاهلان سخنی ملایم و حکیمانه می گویند که از آزار آنها و سلامت مانند. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. و آنان که بسیار وقت شب را در سجده
یا در قیام برای پروردگارشان می‌گذرانند. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. و آنان که در دعایشان میگویند ای پروردگار ما، عذاب جهنم را از ما بگردان، زیرا عذاب جهنم عذاب است دائم. إنها ساءت مستقرا و مقاما. همان جهنم بد قرارگاه و بد مکان است. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. و آنان که چون نفقه و احسان میکنند اسراف نمی کنند و خسیسی نمی ورزند، بلکه احسانشان میان اسراف و خسیسی باشد، معتدل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. و آنان که با الله یکتا معبود دیگر نمی پرستند و نمی کشند کسی را که الله کشتنش را حرام کرده مگر به حق شرعی و زنا نمی کنند و هر کی این کارها کند عقوبت گناه خود را می بیند. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. عذابش روز قیامت مضاعف یعنی دوچندان می شود و تا ابد به خواری در آن عذاب خواهد بود. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. غیر آن کسانی که صدقاً توبه کنند و ایمان آورند و کارهای شایسته کنند، الله گناهانشان را به نیکی ها عوض می کند و الله برای کسی که توبه کند آمرزنده است و به بندگانش مهربان است. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. و هر کی از گناهان خویش توبه کند و کار شایسته کند، همان وی از صدق دل به سوی الله توبه می کند، پس الله توبه اش را قبول می کند و گناهانش را به نیکی ها تبدیل می دهد. والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. و آنان که
به دروغ شهادت نمیدهند و چون بر ناپسند یعنی عمل یا سخنی ناشایسته بگذرند کریمانه بگذرند یعنی از آن روی گردان گذرند. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. و آنان که چون به آیات پروردگارشان پندشان دهند در برابر آن چون کاران و کوران نباشند بلکه اطاعت کنان سجده کنند. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا والذین یقولون ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. و آنان که دعا کرده می گویند ای پروردگار ما از همسران و فرزندانمان دلهای ما را شاد دار و ما را پیشوای پرهیزگاران گردان. این گروهی صفت کرده شده در بالا که ذکر شده اند برایشان مکافات داده می شود. مقامی بلند را در جنت به عوض آن که صبر و قناعت کرده اند و می شنوند در جنت از جانب فرشتگان دعای خیر و سلام را جاویدانه در آنجا باشند. چه نیکو قرارگاه و مکان است. قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بگو اگر عبادت و دعایتان نباشد پروردگار من اعتنایی بر شما ندارد، اما شما یعنی کفار رسالت آسمانی را دروغ شماریدید، پس عاقبت آن ملازمی شما خواهد شد. سزای کفر و عصیان خود را خواهید دید.